السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اسم نجیب الله است و سلام تلفن میکنم. ما در شیعه های مشرکی که در اصحاب رسول کریم حرفایزش میزنن و با مادر مسلمانان عایشه صدیقه غیبت میزنن، ما در زمان طفلی یادم است یک شعری در 6 سالگی فکر میکنم از بزرگی آموختیم، گفت که ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر، ابوبکر یار غار اومد گیر درردار، عثمان شهسوار علی فتح لشکر است، هر کس از این چهار یکی را خلاف کرد و کم ز کمترین یهودان خیبر است. امیدوار هستیم اینجا ایلایی که درای غلط روان هستند مسلمان حقیقیشن و سنت رسول کریم بیاموزن صدیقی شد. خداحافظ. سلام خدمت همسری، خدمت تمام کارمندای شبکه وصال حق. عزیز الله هستم از افغانستان، از ولایت هرات. خواستم درباره می آقای قزوینی چند روز پیش من تلویزیون گرفتم، ما با هم در شبکه از اینا دل خود همین کانال که زدم، یک نفر از آقای قزوینی پرسان کرد که شما چرا با آقای انصاری اینا مثلا همی پاسخ و پاسش جواب نمیدیم، خود از اینا مذاکره نمیکنیم. اونا گفتن که شاگردان ما اونا جواب داده نتونستن. بعد شبکه تلویزیون شما برای اینو میگن ما آقای قزوینی تو خویی چی؟ تو حضب زدن اصلا یاد نداری، سواد اصلا نداری، شاگردان شما که روسیه هستین رفتم، شما خویی چی؟ شما شبکه ولایت میگه خدای کسافت باید گفته شه. استادا شما به استادا شما کرونا شما به خودی انصاری مناظره کرده نمیکنه. پس بیتر از این بیشتر خود روسیه نکنیم، خود بدنام نکنیم. تشکر میکنم از شما، تشکر از این برنامه خوب شما.